به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، روز 11 ایون سال 2022 در شهر خاروغ، مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم 3 نفر از لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار در شرق تاجیکستان، طالب ایومبکوف، منور شنبیف و نیوشو گلوبوف دستگیر کرده شدند. منابع بامداد گفتند که طالب ایومبکوف از جانب مقامات میلیسا و کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شده است. به گفته این منابع، طالب ایومبکوف صبح 11 ایون برای صحبت به مقامات دعوت شده بود ولی دیگر برنگشت. منابع بامداد در مقامات بدخشان بازداشت ایومبکوف را تصدیق کردند، ولی از ارائه جزئیات بازداشت او و اینکه آیا این لیدر غیر رسمی مشخصاً به چه عیبدار می شود و آیا بر ضد او پرونده گشودند یا نه، در حال حاضر خودداری می کنند. یادآور می شویم از بین لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، طالب ایومبکوف با اظهار آمادگیش برای همکاری با مقامات فرق می کرد و از جمله ریاست وزارت کارهای داخلی بدخشان 21 اپریل عکس‌های را نشر کرده بود که ایومبکوف چگونه در ملاقات سردار میلیسای ولایت گنرال شریف نظرزاده با ساکنان محلی ناصر خسرو و خلیبزاد فعالانه اشتراک کرده به گنرال نظرزاده سوال میداد. خلیبزاد منطقه تحت نفوذ ایومبکوف به شمار میرفت. روز 11 ایون ساکنان خاروغ از تیرپرانی‌ها در محله خلیبزاد از جمله در نزدیکی طربخانه در خاروغ مشهور مارک پولو که در همسایگی خانه ایومبکوف جایگیر شده است خبر دادند. ساکنان همچنین خبر دادند که نیروهای الفا و دیگر واحدهای ویژه راههای به طرف این قسمت خاروغ را مسدود کردند. منابع آگاه بامداد در نهادهای دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان همچنین خبر دادند که روز 11 ایون مقامات وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی منور شنبیف، یکی دیگر از لیدرهای غیر رسمی ولایت، و نیوشو گلوبوف، یک ساکن محله بزمچ شهر خاروغ را که در بین جوانان نفوذ زیاد داشت دستگیر کردند. تفصیلات چگونه بازداشت شدند و به چه عیبدار شدن شنبیف و گلوبوف فعلا دسترس نیست. منور شنبیف و طالب ایومبکوف از شمول 7 لیدر غیر رسمی بدخشانند که ماه اکتبر سال 2018 با امضای پروتکل‌های ویژه با مقامات تهدید سپریده بودند که سلاح خود را سپریده دیگر قانون شکنی نمی کنند. از این 7 لیدر محمد باقروف روز 22 ماه کشته شد و امردین علووشویف از روسیه آورده در دوشنبه به 18 سال زندان محکوم کردند. در حال حاضر سرنوشت 3 لیدر باقی مانده بدخشان، یادگار محمد سلاموف، خورسن مزاروف و زایر رجبوف نوروشن باقی میماند. قبلا خبرهای به دست رسیده بود که از یادگار محمد سلاموف و خورسن مزاروف هم طلب دارند که اختیاراً به مقامات حاضر شوند.